التماس با همین سوال من جواب میگردوندید. یک برادر اهل اسلام که 5 وقت نماز را در مسجد میخواند میگوید که با زن نکاحی خود همخوابه کردن از عقیب در جایی که فرزند تولد میشود ممکن است. بله، جایز است. اگر برادرها یک مسئله هست، شما فراموش نکنین خدای شما در سوره نساء چی میگه؟ نساؤکم حرث لکم، زنهای شما کیشزار شما هستند. در دوام آیت خدا چی میگوید؟ بیایید بر همین کیشزاری خود از هر جانبی که میخواهید، جانبی که در او جانب چه باشد فایده باشد حاصل باشد. خانه شفافرما داروهای طبیعی را به شما پیشنهاد میکند. سامیون وان برای شخصانی که خراب هستند و میخواهند وزن گیرند. ام پلوس اپیمدیوم برای با قوت شدن، خوب کردن گردش خون، برای طولانی کردن همخوابگی. ماس پیگمنتو برای کسلی های پسریاز و سفید شوی پوست. بینداکس برای ریزانیدن کرم های معده و روده. مینوکسیدیل برای برآوردن ریش و موی سر. کرم فرانک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. ماسلا خیلبه برای ریزانیدن سنگ های گرده و تبابت آن. فات زورب برای کم کردن وزن زیادتی. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل، توسط رانندگان مرد و زن شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید، برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس: جمع 7 926 319 59 61. برادرها یک مسئله هست، شما فراموش نکنین خدای شما در سوره نساء چی میگه؟ نساؤکم حرث لکم، زنهای شما کیشزار شما هستند. در دوام آیت خدا چی میگوید؟ بیایید بر همین کیشزاری خود از هر جانبی که میخواهید، جانبی که در او جانب چه باشد فایده باشد حاصل باشد. اگر در زن حلالی خودم از قفا هم که اگر هم خوابه کنی در جایی که فرزند تولد می شود جایز است. این صاحب تفسیر ابن کثیر هم میگه، این تمام فتواهای ما و شما میگه. لکن از قفا در جایی که فرزند نه، در جایی که مثال نجاست خارج می شود، اگر انسان اونجا اگر کاردار می شود، اینجا لعنت خدا بر او انسان است. این انسان لواطه است، این لواطه می شود، این بچه بازی می شود. در اینجا لعنت خدا در حقی است. حتی امام اعظم گفتن کسی که اگر در قفا می رسد حکمش در مذهب ما و شما چی است؟ از یک بلندی که دیگر پایانی او را دیده نمی شود از همونجا حوالش کنید، یا این که او را زنده به زنده آتش بزنید. حتی صاحب مذهب ما و شما امام اعظم چی میگه؟ اگر شخصی که میبینیم به حیوان میرسد همون انسان هم این جزا را بده. از این خاطر با زن حلالی خود در جایی که فرزند تولد میشود باکی ندارد. داملای عزیز درباره حضرت زکریا نقل میکرده، با احترام مخلصان شما ان شاء الله خیلی ساعتاش بیاید، خدا خواسته باشد اینا را به سمع شما میرسانیم. برادرای عزیزی که قرآن خوندن نمیتونید با زبان عربی، اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن. اینا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم زبان عربی قدی نویسه، هم با زبان کریلیکی طرز خوندنش، هم ترجمهش هست. ان اعطیناک الکوثر وصل لربک وانحر. این یکم آیت به درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم. یکم آیت نیم این اعطیناک الکوثر. هر یک آیتی که میخونه ترجمهش هست، هم به زبان عربی نویسه، هم به زبان کریلیکی نویسه، هم ترجمهش به زبان تاجیکی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حال میپردازیم به سوال هایی که مقصد بر ما فرستاده شد. من میخوانم و ان شاء الله برای شما اینا را جواب میگردانم. سوال هایی که آمده است: یکم، آیا در ماه رمضان زبنای پسته میگیم یا همون خمیرهایی که برای دندانها میمالند، یا اینکه مسواک زدن
من گذشته روزده گفته بودم که خدای مهربان گفته بود که بوی دهن روزدار برای من محبوب است از بوی مشک دیده. زین لحاظ مذهب خودمان همین خمیره بگیم یا همین زبنای پسته که مزه دارد، از جهت مزه داشتنش و استفاده بردنش در دوام ساعتهایی که روز اجازت نیست. ما میتونیم که از قسم شب میتونیم مثلا وقتی دهانهامون بستیم انا همون زمان انا از همین خمیرها و از زبنای پسته اگر استفاده بریم میشود. لیکن در دوام روز از مسواک که در خودمون بسیار این چیزا کم استفاده میبرند، از مسواک استفاده بردن اجازت است. فقط همون آب یا مزه‌ای که در داخل مسواک است او را ما باید تناول نکنیم، ما باید او را فرو نبریم، آبی او را مقصد بیرون اندازیم. لیکن برای اگر بسیار ناراحت باشیم که دهانمان بوی میکند، از همون مسواک چوب استفاده بریم اجازت است. دیگر سوالی که کردن گفتن مسئله همین سحر خورک، یعنی همین بسیار مهم است که ما سحر خیزیم. یعنی بسیاری آدمی هست که در قسم سحر خیستن برای مشکل است یا در سحر اشتها ندارد. آیا مقصد همین مهم است که ما سحر خورک کنیم؟ برادران عزیز و گرامی، پیامبر نازنین گفتند تسحروا فإن فی السحور برکه، شما سحر خورک بکنید زیرا در سحر خورک برکت ها هست. پیامبر نازنین گفتند که روزه ما از روزه اهل کتاب، یعنی مردمی که پیروی از تورات موسی و از انجیل عیسی میکنن، فرقش در همین سحر خورک است. ببین اونها از قسم شب میخیزن، ماها از قسم مثال بگیم پایانی شب که آورده به صبح میرساند، ما وقتی خوردن از این حالت است. زین لحاظ میگه فرق بین روزه ما و روزه اهل کتاب با خوردن همین سحر خورک است. از این لحاظ یعنی مقصد از این حدیث ها این است که ماها باید برای ثوابش، برای برکتش بگذار اگر یک پیاله آبم که باشد شما برای خاطر این بر وقت خیزین، خب سحر خیزی کنین. حتی در حدیث دیدم که کسی سحر بر وقت میخیزد خدا رزق او را باز زیاد میکند. یعنی برای آدمی که بسیار خواب میکند برای اونها رزق کمتر است و پیامبرم پناه طلب کرده است از امتی که زیاد خواب میکند. برای این سحر خورکات نکنید. شما هم سحر خورک نکنید. حاضر اگر اینا 10 تا کم است یا 15 تا کم 4 است کلندرهای امروزه نشان میدهد، تا همون ساعت خورید. شما شرط نیست که 1 ساعت پیش بس کنید. یعنی بسیاری آدما 1 ساعت 2 ساعت پیش بس میکنن، تا همون ساعتی را که اجازت است تا همون ساعت بخورید. حتی در حدیث خواندم که خداوند میگه دوست میدارم بنده ای را که از قسم بیگاهی، یعنی در اولی وقت، اگر اولی وقت امروز 7 تا 10 باشد 7 تا 20 باشد، در اولی وقت روزش بکشاید و تا آخری وقت از قسم سحر خوردنش دوام تید. گفت اینا محبوب ترین بندگان من هستند. بگذار ما از زمره همونها باشیم خواهرها و برادران عزیز. دیگر سوالی که آمده است میگه میخیزی که سحر در حالت جنابتی، یعنی سحر هست نفرهایی که شب ممکن با خانماشون با عائله هاشون هم خوابه شیدن و مقصد خواب کردن، سحر خیستن که خلاص الکی وقتی سحر خورک دیگه باقی نمونده است. اینا هم میتونن اما غسلشون کنن و نیت کنن، لیکن چیز دیگه خورده نمیتونن. اگر به شرط خیستن که 1.5 ساعت هست، اگر غسل کنن وقتی خوردن دست میرود، اینجا در اون دست روشون شوین، خوراکشون بخورن، بعد خوراک غسل جنابتشون هم که کنن اجازت است. دیگر سوالی که آمده است حامله دار یا زنهایی که شیر میدهند آیا روزه گیرن یا نگیرن؟ شریعت برای اینها خواهرای عزیز اجازت داده است که زنی که حامله است اگر خوف برد که من روزه گیرم یگان زیانی به فرزند میرسد، یا زنهایی که شیر دهنده اند خوف ببرد که روزه گیرم خلاص شیر از حساب غذا که هست شاید شیرم کم شود، الله اینها را اجازت داده است که شما روزتون را بخورید. میخورن، بعداً ان شاء الله که فرزند تولد شد و نفری که از حالت شیر دادن بیرون شد، همین روزه ماه مبارک در گردن تا قضا میموند، ایرا در 1 ماهش 1 ماه روزه میگیره. دیگر سوال دادن که تراویح چند رکعت است؟ هر سال این سوال ها هست. تراویح نزد 3 مذهب، یعنی مذهب امام احمد حنبل، امام شافعی، امام ابو حنیفه 20 رکعت است، لیکن نزد حضرت امام مالک 36 رکعت است. زین لحاظ برادران و خواهرای عزیز، هر کسی که پیروی از مذهب حنفی دارد از 20 رکعت کم نخونه و هر دلیل ها و حجت هایی را که میارن هیچ کدام او مثل دلیل و حجتی که امام ابو حنیفه دارد، امام شافعی دارد، امام احمد حنبل دارد، هیچ دلیل اونها قوت و توانای این دلیل ندارد. حتی امروز
اگر نگاه کنیم همون مکه همون مدینه هم 20 رکعت میخوانند. زین لحاظ از 20 رکعت خواهرها و دادرای عزیز نماز کم نخوانید. دیگر سوال آمده است که نوش و سیگارت آیا مقصد انا برای روزه یگان زیان دارد؟ اکنون برادرای عزیز و گرامی، بسیار اینم یک جای تاسف است که برادرای ما بیگاهی کشادن روزه که با حدیث های پیامبر ثابت است که با خرما یا با آب شما روزه را کشایین، برادرای ما با ناس میکشایند. شما دانید که حکم ناس مکروه تحریمی است. شما میدونید که پیامبر نازنین میگه کفا بالمرء اثما ان یزی من یقود. اگر یک سومه که من برای نفقه فرزندات میتونم، تو اگر همون یک سومه در راه نادرست صرف کنی، یعنی خریدن ناز، خریدن سیگارت، این راه درست نیست. در همین راه اگر صرف کنی برای گناهگار بودنت پیش من همینش بس است گفتن. زین لحاظ اولا من شما ها را مقصد این ماه خودش یک ماه تربیه است، یا ماهی هست که آدم ها باید ای دروغ گفتن، مردم ها باید که از مقصد ریبا خوردن، مردم ها باید که از پاره خوردن، مردم ها باید که از ظلم و خیانت و دیگر خیست هایی که رزیل است باید در این یک ماه از این عمل ها دور باشن و وجود اونها عادت کند که اینها هم یک آدمی نیک و آدمی خوبی شود. و بسیاری مردم من میدونم که در همین ماه مبارک دست از همین نازکشی و سیگارت کشی میکنن، با همین طفیل ماه مبارک از همین کار زشت اونها دور میمونن. برای همین شما هیچگاه، البته اگر کسی در دوام روز ناس میکشد، سیگارت میکشد، حتما که روزه وی شکستگی است. ولی اگر حتی کشادنش هم که با همین کند، وی در عوض این روزه داشتگیش وی ثواب به دست آوردن میتونه. از این لحاظ برادران خیلی مهربان، این نه کاری خوبی هست نه کاری نیکی هست، این یگان خیر ندارد. این برای همین اکنون بسیار گپای زیاد دارم در گرد این نفرهایی که بناس مبتلاهن یا به سیگارت، ولی انشاءالله باز هم گفتنی هم که همون یک نکته بس است اگر شعور است. برای آدم انشاءالله میفهمیدگی یک اشاره هم خودش کفایت میکنن. حتی بسیاری از داملاها مردم دلیل حجت میارن که میگن ناس کشیدی طهارت نمیشکنن یا از شکننده طهارت نیست. زین لحاظ من از برادرای داملا و اهل علمم خواهشم همین است که مردم در این راه دلالت نکنید. مردم دلالت کنید که مسواک زنن تا دهنهاشون بوی نکنه. و این حتی به دست خودتان مقصد زیانی که به جسم خودتان میارین، حتی لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. این شعار دین همیه، کسی را زلال نرسان و چیزی به تو ضرر میرسونه از او دور باش. ببینین آیا ناس به زیان نیست؟ آیا سیگارت به زیان نیست؟ برای همین شما حتی شعار دین تان هم شکستگین. من گمان میکنم همون داملهایی که اجازت میتن همونا خودشون ناس کشن. برای همین اونها یعنی خداشون در شریعت نه، شریعت در خودشون راست کردگین. از این لحاظ این مسئله نیست که کسی برای شما اجازت یکی مقصد زیانی ندارد، ضرری ندارد. دیگر گفتن که همین ماه رمضان 3 روز است، لیکن همیشه که روزهای اساسیش نمیدانن، برای همین ما 30 روز روزه میگیریم. این هم خطا هست، زیرا قرآن میگه شهر رمضان. شهر گفتن ماه رو میگن، یعنی ماه عبارت از 29 و از 30 روز میشود. زیرا قرآن میگه شهر رمضان، 29 یا 30 روز باید شما روزه بگیرید. من گفته بودم که پیامبر 9 سال روزه گرفتن، به همین عمرشون تمام شدن، زیرا دوم هجرت ده به مدینه آمدن شونده الکی ماهی بگیم همین روزه بر او فرض گردید. 5 سال همین را 29، 44 سال همین را مقصد 30 روزی گرفتن. به همین خاطر حتی همین کرده پیامبران برای ما درس است. لیکن پیش از آمدن حقیقتا روزه پیامبرمون میگه 3 روز روزه میگرفت، نه روزه های پیشتر همین خیل بود. ولی از وقت قرآن آمد چیکارش کرد؟ ایرا 1 ماه کردن. خداوند بر تو امر میکند که تکفین و تجهیز هلال خود به دست خود بکن. رسول الله میگد گشته گفتم جبرائیل چرا تو شتابان هستی؟ چرا سراسیمه هستی؟ گفت خداوند بر من امر کرد که رسول اکرم بر فوت هلال خبر بده و بعدا رفته سری بلال بالای زانوی خود بگذار، زیرا در جای وفات کرده است که بالای سری و پر از پشه است، من مگسرانی میکنم. حضرت رسول اکرم میگد حیرت نماندم و پرسیدن که یا جبرائیل هلال در کجا از دنیا گذشت؟ گفت در خانه مغیره، غلام مغیره است، در خانه مغیره از دنیا گذشته است. رسول الله میگه به جانب صحابه گشت و گفت ای اهل اصحاب،
همان جوانی که داخل مسجد شده بود و ما گفتیم که جنت مشتاق اوست، امروز جنت به این آرزوی خود نائل شد. هلال از دنیا گذشت. خدای من بر من امر میکند که تکفین و تجهیز او را و غسل او را به دست خود کن. یک جای خانه مغیره میریم. صحابه میگه یک جای خیستیم، یک جای خیستیم، میگه خانه مغیره رفتیم. مغیره دشمنی خدا بود. مغیره این دشمنی پیغمبری خدا بود. وقتی نزد دروازه مغیره دا میگه راست شدیم پیغمبری خدا، بر مغیره صدا کردن که رسول الله نزد دروازه توست. این بدبخت که رسول الله را نمی شناخت، این خدا زده که رسول الله را قدر شکی نمی دانست، چی گفت؟ گفت پیغمبر نزد دروازه من چی میکند؟ کجا آمد از خانه من؟ مولوی رومی چی میگوید؟ رسول را استونی حنانه بشناخت، ابو جهل آدمی و دشمنی ساخت. رسول الله وقتی میگه در بالا یک کنده خرما به مردم موعظه میکرد، برای پیغمبر وقتی یک منبری نو میگه تیار کردن، رسول الله از بالای کنده خرما فر آمدن، بالای منبر بر آمدن. صحابه ها میگن در داخل مسجد گویا که یک گوده گریه میکرد، نالیش در مسجد بلند شد. پرسان که پیغمبر خدا این نالیش از کجاست؟ گفت همین کنده خرما بحر من گریه دارد که من امروز او را ترک کردم، بالای منبری نو بر آمدم. رسول الله میگه پیشی بر کردن، همون کنده را آوردن در تی مناره منبر خودشان گذاشتن. میگه کنده میگه از آواز دادن مان. مولوی رومی امیر میگه که رسول را استونی حنانه بشناخت. همون خرما چوب بود، جان نداشت، عقل نداشت، لیکن پیغمبر شناخت. ابو جهل آدمی و دشمنی ساخت. ابو جهلم، این ابو لهبم، این مغیرم، امیه ابن خلفم، همه اینا آدم بدن لیکن پیغمبر را نشناختن. گفت چیکار میکند پیغمبر نزد دروازه من؟ و میگه بیرون شد. وقتی که میگه بیرون شد، رسول الله را که دید، رسول الله گفت که مغیره در خانه تو دوستی از دوستهای خدا گذشته است. گفت در خانه من کسی نگذشته است، من نو از نزد دسترخوان همراه اولاد و اجدادم بودم. گفت ای مغیره، گفت من از پیش خود نیامدم، مرا خدای خود امر کرده است. مغیره در این گپ میگه دو دیله شد، خواست رسول اکرم دروغگو کند، خانه در آمد. وقتی میگه بیرون شد، نگاه کرد همه خانه ده همه سلامت است، اون فرزندای بدبخت مشرکش همه زنده است. خواست که پیغمبر دروغگو کند. در حالت میگه غلام دوید آمد، گفت ای مولا، گفت ای مغیره، گفت هلال از دنیا گذشته است. میگه مغیره گفت محمد گفت عجیب گپی میزنی، از خاندان تو کسی گذشته است، از خاندان من کسی نگذشته است. یک غلامی بود وای گذشت، و یک عاقل روبی من بود وای گذشت. رسول الله گفت اگر تو میدانستی که هلال کی هست، اگر تو میدانستی که هلال در کدام زینه است، هیچگاه این سخنها را نسبت ما نمیگفتی. رسول الله میگه وقتی که من داخل همون جایی که شتران اسفان همین بدبخت بستگی بود، وقتی وارد شدم، میگه نگاه کردم جبرائیل یمین میگه سری مبارک هلال بالای زانو گذاشته است و پشه هایی که بالای هلال میشیشت همه اونا را از بالای سر هلال دور میکرد. نگاه کردم پای مبارکش در بالای سرگینای شتر و سری مبارک در نزد تی پای همون شتران میگه هم تفتیدگی جان به حق تسلیم کردگی است. عمر میگه گفتن یا رسول الله من خود میشویم، من خود کفن میکنم. محمد گفت هلال غریب بود، هلال یتیم بود، هلال بیکس بود، محمد هم یتیم است، محمد هم غریب است. غریب را غریب میشود. حضرت میگه دست به شستن زدن، حضرت بلال کفن کردن. وقتی میگه من، حضرت عمر میگه همراه رسول الله که وقتی به قبر بردیمش، در قبر میگه وقتی که هلال داخل کردیم که حضرت در دنیا روزدار بودن، میگه دهن لحد بسته شد، رسول اکرم تبسم کردند. صحابه میگه پرسیدن یا رسول الله این قبرستان که موضع تعزیت است، موضع جای گریه است،
این خنده بهر چیست؟ رسول الله گفت وقتی که هلال گذاشته شد، دو حور از بهشت در دست یک طعام جنت، در دست یک شراب از حوض کوثر نزد میگه بلال حاضر شدند. یکی میگفت بلال گرسنه آمده است، طعام جنت میخورد. یکی میگفت که هلال از دنیا تشنه آمده است، این آب می نوشد. یک حور دیگر آمده است، میگه به جانب من اشاره میکرد ای محمد هلال در نکاح من بدرار. میگه هلال به جانب من تبسم کرد و گفت لا اريد الا هو، نه طعام میخوام، نه شراب میخوام، نه حور در نکاح خود میدرارم، تا جمال الهی را نبینم من به هیچ کدامی راضی نیستم. محبت بین، تا جمال خدا را من نگاه نکنم بر من نه زن لازم است، نه شراب لازم است، نه طعام لازم است. با این گونه از دنیا گذشتن. دشمنی را بینید. ابو لهب وقتی که در سوره شعرا آیت 214 ای را تحلیل شد وقتی نگاه کردیم، خداوند امر کرده بود است و انذر عشیرتک اقربین. محمد اولاد اجداد از خدا بترسان. تمام آن کسی که عمکی توست، تقای توست، خاله و عمه توست، همگی را از عذاب خدا بترسان. رسول الله میگه بالای کوی صفا برآمدم و گفتم ای بنی عهدی، ای بنی فهد، ای بنی هاشم. میگه وقتی از بالای صفا در مردم عرب میگه در حالت صدا میدادن که اگر یگان خطر می آمد یک کس از بالا میبرامد اعلان میکرد. تمام مردم میگه وقتی صدای محمد شنیدن همه دوام به پیش رفتن. میگه رسول الله از بالای کوه به خویش تبارش گفت که در این مجلس ابو لهب هم اشتراک داشت. گفت امروز آیتی از جانب خدا آمد، گفت که خویش و قومیتت را از عذاب من بترسان. میگه ابو لهب از بین خیست و چی گفت؟ گفت تبا لک علی هذا اليوم جمعتنا. ای محمد تو هلاک شوی، همین روزی دراز برای همین سخن مرا جمع کردی، برای همین سخنی که ما را به سوی خدای خود دعوت میکنی برای همین دعوت کردی. بعضی مفسران میگه سنگ هم برداشت، سنگ هم برداشت، میگه به جناب رسول اکرم حواله داد. رسول الله وقتی از این معرکه ناخشنود شدند، غمگین شدند، زیرا که اگرچه اولادها همش انکار کردند لکن مثل ابو لهب مشقت و دشنام ندادند. وقتی میگه رسول الله دویم بار دعوت کرد، ابو لهب گفت آیا وقتی من دینی تو را قبول کنم از دینی تو چی فایده هست؟ رسول الله گفتند که وقتی تو اگر دینی مرا قبول میکنی تو و سایر مردم در حق برابر هستین. گو من بر این قدر دولت سهولتی که دارم برابر یک آدمی کم بغل هستم؟ رسول الله گفتند که خدا میگوید که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. نزد من دولت و سهولت اعتبار ندارد، نزد من کسی که از خدا میترسد اونها برابر هستند. میگه ابو لهب گفت هلاک شوی با همراه این دینت که من برابر مردم کم بغل برابر باشم. میگه پیوسته از پی آزار رسول اکرم شد، آیت فرامد تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنى عنه ماله و ما کسب سیصلی نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. هلاک باد هر دو دستی تو ای ابو لهب شکسته باد. و شکسته شد. وقتی این آیت آمد ام جمیله که زن این ابو لهب بود که کارش میگد حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد، در گردن یک ریسمانی داشت، میگد کارش هیزم کشی بود، فقط خار میکشید، نزد دروازه پیغمبر و نزد در مسجد میپاشید تا که مسلمان ها آزار بیابند. این ابو لهب پهلو با پهلوی پیغمبر خدا میگد خانه داشت. وقتی رسول الله میگد در میدان که خراج میپخت آورده همین
پسمانده گوسفند و پسمانده بز میگه در دیگ پیغمبر خدا میپرتافتند. رسول الله میبرامدن غمگین میشدن. آیا میگو حق همسایگی همین است؟ دیگر حضرت هیچ سخنی نمیگفتند مگر که یک اخلاق حمیده خوبی داشتند. این ابولهب میگه 3 فرزند داشت، یکی عتبه، یکی معتب، یکی عتیبه. این عتبه و این عتیبهش باز دامادای پیغمبر بود. اینا پیش از پیغمبری شدنش 2 دخترش رقیه و ام گلثوم در دست این 2 فرزند ابولهب بود. وقتی این آیت که آمد ابولهب غمگین شد. ابولهب در مثال یک غمگین، یک بگیم دهشت در وجودش پیدا شد که رسول الله مرا مسخره میکند، باز از خدای خود چیزی برای من آورده است. میگه در حال عتبه و عتیبه را فرمان داد که دخترهای پیغمبر را طلاق کنید. اگر شما دخترهای پیغمبر را طلاق نمیکنید پدری من بر شما حرام است. این عتبه و معتبش بعد فتح مکه باز ایمانی به پیغمبر آوردن، لکن عتیبهش به زمانی که دختر پیغمبر که رقیهش در دستش بود طلاق داد، باز چیکار کرد؟ گفت پدر گفت من رفته گفت پیغمبر خدا را اذیت میتم. پدرش اجازت داد، مرحمت گفت رفته اذیت شده. آمد میگه در پیش پیغمبر دختر پیغمبر را طلاق داد و گفت که ای محمد، گفت من آیت اذا نجم الهوا الذي اذا تدلى را انکار میکنم. این آیت چی است؟ پیغمبر خدا میگه ستاره ها، خداوند قسم خورده است با ستاره هایی که در آسمان است. بعضی مفسران میگه برای چی خداوند با ستاره ها قسم خورد؟ میگه برای که عدد ستاره نامعین است، دوم این که به نهایت حرکت کلان دارند و هر یک ستاره آسمان چندین برابر از زمین کلان است. برای با قدرت خودش خداوند قسم خورد. الذی اذا تدلى، پیغمبر خدا گفته بود که به نزد من جبرائیل میفراید، بر من وحی میارد. این عتیبه گفت که من با اون ستاره هایی که خدای تو قسم میخورد و با این جبرائیلی که تو میگوی من انکار میکنم، اینا را باور نمیکنم. باز بازم این چیکار کرد؟ میگه دهنش میگه پر از خطوف کرد و با پیغمبر خدا حواله کرد. توف به اندام پیغمبر پرتافت. صاحب قرطبی میگه هزارها شکر که میگه این توف بدبخت در چهره پیغمبر خدا نافتید. لیکن پیغمبر خدا چی گفت؟ دست برداشت گفت اللهم سلط علیه کلبا من کلابک. خدایا گفت این بدبخت، این روسیا را با سگ از سگهای خودت گفت مبتلاش بساز. ابولهب همراه 3 فرزندش دائم که تجارت میکرد به شهر سوریه میرفت. هر 3 فرزنداش قطعی میگه رهسپار شد، به شهر شام رسیدن. در یک دهه میگه قرار گرفتن. مردم اون دهه آمد گفت در اینجا شیرها بسیار است، آدمها را شکار میکنن، خوب میشد که از اینجا دورتر میرفتین. ابولهب گفت من فرزند خودم در بین شترها میخوابانم و عسکر در اطرافش میمانم، هیچ کس بر این زیان و زلال داده نمیتواند. لیکن وقتی که خدا خواسته باشد، وقتی که قدرت خداوندی که بالای کسی نرفته باشد، اگر در داخل قصر باشد که به منزله سوزن سوراخی نداشته باشد، حکم خدا اونجا داخل می شود. میگه در بین خوابید همان سگی که از سگهای خدا را پیغمبر دعا کرده بود، شیر از شیرها میگه پیدا شد و میگه با بالای شترها میگه قدم میزد، شتر میگه از جاش نمی جنبید. آمد میگه بو میکشید، هر عسکر بو میکشید. به ناگاه میگه به راس عتیبه رسید. بر زمان میگه از گلوی این بدبخت میگه داشت و میگه پاره پارش کرد. سحر میخیزند این بدبخت در چی حالت میبینند؟ در حالتی که دعای پیغمبر خدا در حق این ناکس تأثیر کرده بود. دشمنی هم جزای خودش میگیرد. راه بد مرو که بد افتی، چاه در راه مکن که خود افتی. البته هر کسی که برای اسلام، برای قدر پیغمبر شه، برای قدر یک عالم پس کردن میخواهد،
انشاءالله البته ما به خود یک خدای داریم، یک خدای داریم که قصاص همه ما را از ظالمای ما میگیرد. هر کی با شمع خدا سازد پفو، کسی میخواهد که این شمع، این قرآن، این نور اسلام خاموش کند. رومی چی میگد؟ هر کی با شمع خدا سازد پفو، شمع کی میرد بسوزد پوزی او. این شمع نمیمیرد دیگر، این روشنی قرآن باز روشن می شود، این نمیمیرد مگر پوف کننده را زبان و دهانش می سوزد. چراغ احمدی را حق بیافروخت، کسی پوف کرد ریشی خیش را سوخت. این بود مختصراً از حیات محبت صحابه های پیغمبر با پیغمبر خدا و از حیات دشمنهای پیغمبر خدا که مناسبت پیغمبر چی دشمنی ها کردن و چی جزاها دیدن. البته ما و شما شنیدیم، کاری کنیم که ما و شما امت نوگی زبانی نشیم، کاری کنیم که هر یک زمان ایمان ما عوض نکنیم. بر سر بنده مومن مصیبت ها و مشکلات ها هر زیلش بسیار می آید. ما و شما صبر کننده باشیم. با اندک مصیبتی که بالامون می آید در حال شکست دل نشیم، بلکه چیکار کنیم تا چند محبت ما و شما قویتر زیادتر در دل ما و شما شود. زیرا رسول الله خود گفتند مصیبت اول به سینه پیغمبرها، بعد بر عالمها، بعد بر اولیاها، بعد به جمیع مردم آمده میرسد. رسول الله را وقتی میگد ایمان می آوردن چی میگفتن؟ میگفتن مادامی بر من ایمان آوردی دروازه فقر برای تو گشاده می شود. یعنی دروازه تنگ دستی و دروازه های مصیبت بالای تو گشاده می شود. تو چیکار نکن شکست دل نشه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.